سلام و درود دوستان، ابوالفضل هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قراره بریم پارت 3 مکس پین 2 رو بازی کنیم. توضیحات لازم نداره، بریم سراغ ویدیو خیلی سریع. در پارت قبلی دیدیم که مکس پین اومد خونه و داشت کابوس بود. الانم تو کابوسیم و تو خونه مکس پین. دستش بزرگی اندازه یه اتاقه. بیار در میزنه. بله خب این درا که همون باز نمیشد. گردیم داخل آپارتمانی زندگی میکنه مکس پین. بله بوم که نداره چی شیرجهی میزنه این مکس پین. برو بریم. قشنگ معلومه تو کابوس تا پله ها میرود پایین میرود. شیرجه زودتر میرسیم شیرجه بزنیم. مکس سردخونه است اینجا. مکس یا ابد بس مردن درآمد. یکی در میزنه. مکس متاسفم که بیدارت کردم. بیدار؟ الان یعنی بیدار شدیم؟ مکس خب الان تلفن زنگه میخوره. بعد خودتو تسلیم کن. من دارم میام که بگیرم. میفهمی یا نه پسر؟ کار تمومه. ما باید همین حالا به اونجا حمله کنیم. پین اونجاست. میدونم آره، که تو راست فهمیدی. باید فرار کنی. اسلحه‌تو بذار زمین. حالا دستاتو بذار روی سرت و بیا. این آخرین اختراع است. فرار کن. ما میخوایم شلیک کنیم. اونو متوقف عجب کنیم. خوابی واقعا. واقعا کابوسه. احتیاجی به وکیل نیست. فقط بگو چی کار کردی. میدونی که هر چی بگی ممکنه علیه خودت استفاده بشه. تو داری یه چیزی رو مخفی میکنی. مونا زنده است، درسته؟ مردم فکر میکنن که تو مردی. تو باعث کشته شدن خونوادت شدی. اعتراف کن پین. من باید به چی اعتراف کنم؟ موقعیت بدی داری پین. عجیبه. دنیا عجیبی. الان ما تازه شروع کردیم. بین بشین. شماها نظر دیگه ای نداری؟ واقعا عجب کابوسی. موقعی که داری قدم میزنی میفهمی که دنیا جایی کثیفیه. چیزایی که تا حالا کاملا واضح بودن ناگهان برات بی‌معنی میشه. راه نجاتی هم نیست. کسی هم بهت کمک نمیکنه. اما تو زنده ای. زیرنویس یه چیزی میگه، دوبله یه چیز. مرحله 4 تحت نظر. با صدای ضربه‌ای که به در خورد بیدار شدم. مونا، داشتم فکر میکردم کی ممکنه تو رو ببینم. مکس من اینجا نیومدم تا تو رو بکشم. نمیخوای دعوتم کنی که بیام تو؟ داره خطرناک میشه. خطر تو رو تهدید خطر. میکنه. هر دوی ما مجبوریم که این کارو بکنیم. دیگه مایی وجود نداره. تو مظنون به قتلی و من باید تو رو تحویل بدم. داشتم خودم و پشت شغلم پنهان میکردم. واقعیت اینه که هیچ وقت اتفاقی رو که دوست داری نمیافته. مراقب باش مونا. لعنتی ها منو پیدا کردم. اشتباه کردیم مکس. صبر کن مونا. اون منو بیدار خب، کرده بود. اومده بود اینجا و رفته بود. حالا من کاملا گیج بودم. نمیدونم که چه خبر و اطراف من چی میگذره.
خب داشمون اسنایپره اونجا کمپ کرده تا ما رو بزنه. ما هم نامسکی بود حیف مایل کرده رفت. خب تلفن چی میگه؟ منم مکس. من الان تو خونمم. فکر میکنم خونم محاصره شده. اونا پشت همه پنجره ها هستن. من کمک میخوام. خیلی خوب مکس، یکم صبر کن، بهت کمک میکنیم تا از صورت بیای بیرون. الان نمیتونم صحبت کنم. باید برم. بله الان درخواست نیروی کمک کرد. این که عکس مکس و میرچو نمیشنست، یعنی دیدم ها نمیشنست. ماشین لباسشویی این بیام که تیر میزنه تو کمد دستشویی. ترکایی هم داره. خونه قدیمی. به به چه باغ قشنگی. کله مکس میگه غیبی. در بسته است. اینم که میری داخل اتاق اصلی. اینم که داخلش گلوله گذاشته و بریم بیرون ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. طرف بسته است. مرا مونا زده رفته احتمالاً. این طرف یه دروازه، این طرف هم که چیزی نداریم. این درم بسته است و باید بریم بیرون. اوه نه، برو بیرون، برو بیرون. یا اول فیلمانه نزنی. هیچ کس تا حالا نتونسته من از خونم بیرون کنه. بهتره بیشتر مراقب خودتون باشین خانم. کاراگاه، من یه اسلحه دیگه مثل این دارم. به درد شما میخوره؟ حالا میتونم اسلحه‌تون رو ببینم؟ بیا تو. خمود مردم فسدی میگه چه جوری توشه با. عالیه، متشکرم. خواهش میکنم. دست دادم. اینجا سابقا محله زیبایی بود. ای بنده خدا تشکر. ببین اون لعنتی ها چی به روز آپارتمان آوردن. خیلی خوب خداحافظ. ما داریم میریم. اوه خدایا، اون وقتا در رو از پشت قفل کنین تا پلیسا بیان. بله. خب فکر کنم باید الان اینجا بریم، ولی اون طرف هم نگشتیم، ولی فکر کنم خبری نیست. از همین ور میریم ببینیم چی میشه. خب یه سیو بزنیم اینجا. خب اینم از این. آره بس چیکار کنم الان؟ باید این نارنجر که چیزی بندازم. الان درستش شد. داداش این دفعه دیگه اگر بگذارم چیکاری بکنید بزنم همه تون رو میکشم. بریزونه خودت. خب به خیر گذاشت. نارنجکه کار خودشو کرد. بریم داخل. تلفن کار نمیکنه. در قفله داشون خواب. بفی هم الان بیدار شدی؟ خیلی روسی طور میخوره، شبیه پوتینه. خب ما بریم. اینجا احساس میکنم قراره درگیری بشه. بله شپلق بمیر. دیگه این کسی نیست. کی بود اینجا؟
یکی از ویژگی‌های خوب مکس اینه که آخرین نفری رو که میکشی سلو موشنش رو بهت نشون. این واقعا چیزی جذابی. خب مثل این که باید این ور بریم. حاج خانم داره چیکار میکنه؟ چه مرد خوشتیپی. یا ابوالفضل. اومده بودی که منو ببینی؟ نه ولی من فقط داشتم رد می شدم خانم. چه پسر خوبی. تو مثل اون طبقه بالایی ها نیستی. ازشون خوشم نمیاد. با این نظافتچی‌ها فکر میکنی که همه جا باید خیلی تمیز بود. خطری میشه. خطری میزنه. بابا بیخیال چرا پشت سر من میای؟ برو کارت برس خانم. یا رفت فکر کنم جفت. اینجا پارکور زیاد داره این مرحله. یه چند تا سیو باید بزنیم پشت سر هم. کمان تیر علکی زدیم. خونم محاصره شده بود. اونا همه جا بودن. چند روز بود که مراقبم بودن. شایدم چند هفته یا چند ماه، نمیدونم. تمام رفتارهای منو زیر نظر داشتن. نقشه خونه چی؟ خیلی این همین بنده خداییه که میخواست با اسنایپ ما رو بزنه. جا اسنایپش هم جا گذاشت. با این فیلم رو ضبط کرده. ما پرده رو خاموش کردیم. لعنتی کارش تمومه. معلوم نبود اونا توی خونم چی کار میکردن. اون در رو باز میکنه و بعد یه انفجار. بله. خیلی خوب. کاری نمیتونستم بکنم. خونم داشت منفجر میشد. خیلی خوب خیلی خوب. بله. نه الان داشتم برای مکس تله میذاشتم. خودشون ترکیدن. خیلی باحاله. منم مکس. من الان تو خونمم. فکر میکنم خونم محاصره شده. اونا پشت همه پنجره ها هستن. من کمک میخوام. صداش هم زد. الان نمیتونم صحبت کنم. باید برم. تلفنش هم شنود میشه. اینجا عکس ظاهر میکنن. بعید نیست. و این آینه باگ نداره. سر مکس به اینا نشون میده. خب بریم. جالب بود. یه سیو دیگه. بابا چی رفت؟ الان هیچ کدوم نمیتونم. بیرون بیا. خیلی خب من یه چی گفتم. پینکیلر بزنیم. این طرف خبری یختی. وان شات هید شات. وان شات هید شات. یا اول چه دمیجی خوردم. یکم هیل مکسمین برمیگرده تا سرش خالی میشه. بعدش دیگه باید پینکیلر بزنیم. دوتا میزنیم. یه سیو دیگه هم میکنیم و بعد از اون اینجا خدا لعنتی چقدر آدم بست لعنتیه. جا کسی هست؟ نه. این دفعه که ما شیرجه زدیم کسی نبود. اینجا رو دیگه باید یکی باشه. بازم کسی نیست. پاشما فقط میخواستم بدون کد نمیتونستم وارد بشم. در یه قفلی داره که برای باز شدنش حتما باید کدشو داشته باشم. اوکی. آسانسور کارت.
داداشون قشنگ نخوندم خالص. خب اینجا هم که خبری نیست. بالا میتونیم بریم. بعد خدمت شما عرضه بدارم که داداش شما داره اینجا تمیز میکنه، کاری هم به کار ما نداره. ما میایم این طرف و بازش میکنیم، میایم پایین، گیراره میزنیم، یه دوتایی هم میخوریم، یه سیو هم میزنیم. هی! پلیس نیویورک، من کد ورودی طبقه 7 رو میخوام. باشه خیلی خوب خیلی خوب. صبر کن. آها 667 فهمیدی؟ آره فهمیدم، حالا به کارت برس. خیلی کد سختی هم هست. 667 چقدر هم فکر کرد. خب اینجا داشتیم خواهن ما رو بکشن. باجه انداختن ولی یکی رو زدن و یکی دیگه هم با شادوان میزنیم. و الان کسی دیگه نمیاد. تموم شدن. این داشته منم زدن. چون اینجوری مرده؟ بریم که زودتر تمومش کنیم. نای بریم زودتر تمومش کنیم. بخش ره در باز میشه؟ نه در باز نمیشه و باید برگردیم بریم سوار آسانسور بشینیم. وای فال دمیجو، خیلی فال دمیجش مسخره است. یه پین کیلر میزنیم، میپیچیم یه کده میزنیم و میریم تو بیا جلو. خوبه سختی زدیمشون به سیو. تو داره یکم بازی ریسکی میشه. ریسکی خوبه. پین کیلره پرفکت. بهترین مکان در مکس پین برای برداشتن پین کیلر دستشویی. همیشه داخل دستشویی ها 4 تا پین کیلر، اکثرا داخل دستشویی 4 تا پین کیلر وجود داره. یا علی داداش. خب یه بار دیگه نمیدونست، حواسم نبود، نامردی کرد. این کیلر رو بر میداریم. خب اینجا هم که نیاج خانم رو زدن. یه تیر راه اسنایپر زرتم که فوله. تلویزیونی چه فیلمیه داریشون. خب دیزرت فوله و اینجا رو یه شیرجه میزنیم، یدشو میزنیم و میمیره داشت. حتی نه اصلا شده. خب در رو میبندیم. اینا هم که چیزی نداره. جالبش اینه بازی خیلی قدیمی ولی تخریب پذیریش خیلی خوبه. یعنی با گلوله این تابلا میفته، لامپه حالا نمیشکنه ولی حالت رعرق گرفتن دست میده، حد شدن اینا میشکنه. خیلی جالبه.
تخریب پذیری خوبی داره و واقعا شاهکار بوده واسه اون زمان. خب یه سیو بزنیم اینجا و به نظرم دور برده، فکر کنم دیزرت رو برمیداریم اینجا هم بیپریم این طرف. اینجا هم اگر اشتباه نکنم یا اول اینجا رو کاری نداشتیم، نمیدونم الان یاد کدوم طرف برم یادم نیست. اینجا رو باید میپریدیم پایین سریع. یا اول پس کجایی تو؟ بکنی تمام. وان شات. دیزرت واقعا سلاح خوبی. اینجا هم خشاب داریم 29 متری. اینجا ما دیم پایین و میریم این طرف. یارو با شادگان راه دور میخواست بزنه ما. جالب بود اون کارش. 2 تا هیت میزنیم، یه سیو میزنیم و خدمت شما عرضه بدارم که اونا آپارتمان منو منفجر کردن. آپارتمانم میسوخت با همه خاطراتی که توش داشتم و از گذشتم جز یه سایه چیزی باقی نمونده بود. این مردم تموم شد. باید خودمو به خیابون برسونم. خب این مرحله بشاره پارت بعدی. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کانال رو حتما دنبال کنید. اگه داخل آپارات دارید ویدیو رو میبینید لطفا کانال یوتیوب ما رو هم دنبال کنین. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.